باز هم از دفتر غریبان. ای غریبان، از خدا خواهم برای کارتان. کاش بنماید خدا از شادی ها سرشارتان. دائما دار تلاش رزق فرزندان خود، دور از یار و دیار و خانه و انبارتان. دوست دارید یکدیگر را زندگانی یک نفس، بر نمی گردد دوباره عمر ناتکرارتان. جان خود را احتیاط بنموده باشد هر زمان، مادری بیچاره دایم تشنه دیدارتان. این دفعه که به غریبی می آمدم، به مادرم با اشکهای چشم گفتم مسافر می شوم مادر، دعا کن. اگر تنها شدی شکری خدا کن. خدا داند که آیم یا نه آیم، اگر مردم به حق من دعا. ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن.